این ویدیو اخیران ما در سال 2021 است. کنی در سال 2021 چی شد، چی نویگری شد، چی پیشروی شد، تا حد امکان آنها را به شما نشان میدهم. خب آیا میدانید که شرکت بزرگ فیسبوک نام خودش را با دیگر نام عوض کرد و نام آن را متا گذاشت؟ معلومات بیشتر در ادامه ویدیو است. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. برای چی و سببش در چی بود که شرکت فیسبوک نامش رو دیگر کرد، یعنی متا کرد؟ مرحمت. فیسبوک نام خود رو با متا عوض کرد. شرکت بر این نظر است که نام فیسبوک تمام ساحه فعالیت آن را فرا گرفته نمیتواند، زیرا که واتساپ، اینستاگرام، اوکولوس و دیگران با یک شرکت تعلق دارند. وی میخواهد که نه با شبکه اجتماعی بلکه با متاورس علاقمند باشد. در این باره مارک زوکربرگ در کنفرانس آنلاینی فیسبوک کانکت خبر داد. وی گفت که شرکت متاورس را یعنی جهان ویرتوالی را تهیه خواهد کرد که در آن تمام تکنولوژی ها و دستگاه های موجوده متحد کرده می شوند. مقصد اساسی متاورس این پیوست کردن آدمان و کمک به آنها در معاشرت است، میگوید زوکربرگ. در چنین جهان مجازی امکان پیدا می شود که با هم در شکل اواتارها واخورند و جهان واقعی را در شکل گالوگرام ها دیدن ممکن است. متا باشد کارش را در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ ادامه می دهد. پیش از تغییر دادن نام، شرکت تصویر لایک را در نزد اداره مرکزیش با رخت آویخته بود. حالا باشد با جای آن لوگوتیپ متا نمایش داده می شود. در ماه ایولی سال 2021 مارک زوکربرگ اعلان کرد که فیسبوک با کار در روی واقعیت ویرتوالی که در آن کاربران می توانند زندگی، کار و بازی کنند تمرکز خواهد کرد. ماه اکتبر شرکت گفت که 10,000 کارمند را در اروپا برای کار در متاورس برای 5 سال روانه خواهد کرد. درباره یوتیوب بسیاری ها معلومات دارند، آن را استفاده میکنند و میدونید که در سال 2021 شرکت یوتیوب مقدار دیزلایک ها را در تگ ویدیو دیگر نشان نمیدهد. سببش را فهمیدن خواهید. مرحمت ویدیو را تماشا کنید. ویدیو خواستین یوتیوب دیگر شماره دیزلایک ها را در زیر ویدیو ها نشان نمیدهد. طوری که خدمات یوتیوب خبر داد، اکنون تنها مؤلف نوار شماره دیزلایک ها را دیده میتواند، اما تگمه دیزلایک باشد در یوتیوب باقی میماند. تحقیقات نشان میدهد که علامت های دیزلایک به شماره تماشاچیان عملا تاثیر نمیرسانند. گروه کاربران یوتیوب باشد این چنین قید کردند که دیزلایک ها اکثر وقت برای حمله های مقصدناک به مؤلفان ویدیو استفاده می شوند.